بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادأ وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. اونجور نگاه نکن به اون قیافم، امشب عشق تو میخوام، هزار زار تو میخوام، دل اخم بیاد میخوام بچلونمش، میخوام دلو ببرم بیت ولایت. دیدی ضرر کردی؟ دیدی حالتو گرفتم؟ دیدی ذهن تو غمسور کردم؟ حالا بله روایت دارم آقا، عزیز دلم، اون که بهش میگیم مقام معظم ولایت که خون تو دلش قل میزدا صورتشو نگاه میکردی انگار از تو دهن گاو درش آورده بودن. شروع میخوام واسه از سوز دل آقا بگم، مقام عذرا رو میگم، آقا ما شبونه وسط تابستون با پیژامه بلند کردن و بردن رو تراس. آخه این چه مصیبتیه؟ از اون طرف میری عراق، عرض عراق هناک اضربوا الی بکنا و تبرموا کل صورتنا برم کرده ها. صورت آقا مقام معظم رو میگم گوش کن. آره اینو بده دل. نخواستیم کافر رو بکنیم پیرو به ولایت فقیه، نخواست بسیجی رو بگیم که داره میریزه. یه مش سرتیپ پاسدار سپاهو برداشتم از دل بیت مقام عظما، بردمشو تا همین سر پارک وی. ای وای یه مش بردم، یه مش بند انگشتم رو برگردیم. سرتیپ پاسدار جبهه رفته و امام دیده رو بردم نه یه مش برد و بزغاله بسیجی. اینجاست که باید گفت انا رأیت سیدالی فی لب دیگ اشکنه قال مو قال مو گریه تو بکن. اونایی که تا اینجا چراغ خاموش اومدن خجالت رو بذارن کنار، دستمالا رو درارن. نامردم اگه اینجا عشق تو در نمید. چرا؟ با کلاس باشیم، نوره 20 بگیریم، به لامبادا برقصیم. اگه لامبادا نرقصیدم اونی که رقصوندن رو دیدم، مثل بز رقصوندنش مقام معظم بود. اگه اروپا نرفتم اروپا رفتاشو دیدم، آقا محمود از ایتالیا برگشت. کلاس باش، مثل این اروپایی ها گلس گریه نکن، 4 لیتری رو بذار زیر چشت، اینقدر گریه کن تا چشات دراد. گریه کردن اونم مثل آدم نیست. میشینیم از صبح گریه میکنیم تا شب مثل بوز. حالا آخرشو میخوام بهت بگم. میخوام آخرشو بهت بگم. اگه تا اینجا گریه نکردی نارنج بشین از چشات، آبیشو بگی واسه سالت. همین رو بخونم. مقام عظما کنار منقل ببین دمیده، کتاب عمرش به صفحه آخرش رسید. درد زبانم همه توی دهانم خامه
گریه میکنه خمیزه میگه از اول روزه ما رو گرفته جایده. خب باشه برو بیرون خب. خواهی شد.